ما میگیم برادر عزیز، یک قاعده عمومی هست: اگر نمیدانی که چی کار میکنی، از پسی کسی برو که میداند چی کار میکند. ما میخوایم که در تاجیکستان آزادی، برابری و عدالت باشد. ما میخوایم که در تاجیکستان همه شهروندان این کشور خود را صاحب این وطن حس کنند. ما نمیخواهیم که یک گروه برایشان زندگی کردن، از تمام امتیازهای این وطن استفاده بردن، بیزنسی آزاد کردن، رفتهای آزاد کردن داشته باشند. باقی مانده برای این کارها را انجام دادن باید از کسی اجازت بگیرند، نه از قانون. قانون به همه این اجازت داده، ولی باید از یک نفر دیگر یا از گروه برای این کارهای قانونی اجازت بگیرند. ما این رو نمیخواهیم. ما میخواهیم در این دوره گذشته از افطاریتاریسم که واقعا با تمام معنی کلمه تاجیکستان متاسفانه وارد یک نظام افطاریتاری شده است، یک دوره گذشته را پس سر کنیم، بگذاریم به یک کشوری واقعا دموکراتیک که مردمش آزاد باشد، انتخاباتش شفاف باشد، یگان منصب دولتی میراثی و دراز مدت برای هیچ کس نباشد، مردم پارلمانش را آزاد نمایندگان خود را انتخاب کند، سودیه ها را انتخاب کند، رئیس شهر و ناحیه را انتخاب کند، از روی شایسته سالاری و قدرت و توانمندی فردی، نه اینکه گروهی، حزبی یا جای تولد. و مردم بدانند که پرزیدنت، وکیل، سروزیر، تمام وزیرها خادم مردم هستند، در خدمت مردم هستند. برای 10 سال، برای 6 سال، برای 4 سال